درود بر شما. امروز برایتان عجیبترین و شگفت‌انگیزترین رکوردهای جهانی کتاب گینس را معرفی می‌کنم. ببینید پریدنی بر روی آب از بلندای یک ساختمان 19 طبقه‌ای چگونه دیده می‌شود و اینکه در مدت زمان 5 دقیقه چند تا شورد را می‌توانید برطن کنید. همچنان مردی را خواهید دید که برای مدت زمان 68 سال بدون وقفه سکسکه میکنه و در اخیر با مردی آشنا خواهید شد که بیشتر از همه در این جهان مورد حمله رعد و برق قرار گرفته و رکورد جهانی را به ثبت رسانده. حتما تا آخر برنامه همراه ما باشید. کانال را سابسکرایب کنید، زنگوله را هم بزنید و لایک هایتون را فراموش نکنید و در ادامه افقاد خوش را برایتان آرزو میکنم. در اولین قسمت این برنامه شما نوجوانی اهل بوسنی را میبینید که با حرکتی عجیبش توانست رکورد جهانی را ثبت کنه. او در مدت زمان 35 ثانیه توانست 111 بلوکی را با سر بشکنه. تکواندوکار نوجوان با این کارش توانست به شهرت جهانی برسد. و حالا با مردی مسن انگلیسی به اسم تام لیکی آشنا شوید که با طرز شگفت‌انگیز و هدفمندانه در جهان رکورد شکنی کرده است. تام در سن و سال خیلی پیری رؤیایش را تعقیب میکنه و برای اولین بار در سن 80 سالگی بر بال هواپیمای کوچکی سوار می شود. پس از اینکه همسرش از بیماری سرطان درگذشت، او تصمیم به این کار میگیرد تا برای مؤسسات خیریه پول جمع آوری کند. از آن تاریخ به این طرف تام لیکی بیشتر و بیشتر بر بال هواپیماهای سبکی سوار می شود و برای اولین بار در سال 2005 میلادی اسمش را به حیث پیرترین مرد دنیا که توانسته بر بال هواپیماها پرواز کنه ثبت کتاب گینس کرد. او پس از مرگش در سال 2017 میلادی توانست بیش از 1.5 میلیون پوند انگلیسی برای مبارزه با سرطان پول جمع آوری کند. در این قسمت رزمکاری اهل ترکیه به اسم علی را ببینید که رکورد دیوانه کننده ای را به ثبت میرساند. او که به پشت خوابیده بود، همکارانش توانستند در مدت زمان 5 ثانیه 16 بلوک بتونی را روی بدن او بشکنند. این رزمکار در گذشته توانسته بود این کار را در مدت زمان 6.5 ثانیه انجام دهد و این بار توانست رکورد قبلیش را نیز بشکند. در سال 2008 میلادی برای ثبت یکی از عجیب‌ترین رکوردهای جهانی کتاب گینس در آلمان، مردی جوانی به اسم توماس توانست بیشترین زیرشلواری را در کمترین زمان برتنش کنه. او در مدت زمان 5 دقیقه توانست 82 زیرپوش را برتن خود کنه و در نهایت بر رقیبش پیروز شود. ولی این مرد توانست به شکل تصادفی و ناخواسته اسمش را جهانی کنه. چارلز آزبورن آمریکایی در یکی از روزهای سال 1922 میلادی وقتی میخواست گرازی را قبل از ذبحش وزن کنه و زمین میافتد و شروع به سکسکه میکنه. سکسکه همان صدای کوتاه و دوامداری که گاهی پس از خوردن غذا از گلو برمی آید و دوام آن آدم را حسابی اذیت میکنه. اما چارلز بیچاره سکسکه‌اش دوام دار شد و نتوانست آن را درمان کنه و بالاخره 68 سال تمام دوام پیدا میکنه. این اتفاق باعث شد چارلز اسمش را ثبت کتاب گینس کنه. گفته شده که در طول عمر خود این مرد آمریکایی بیش از 700 میلیون بار سکسکه کرده است. موج سواری معروف آمریکایی به اسم ادوارد در نوامبر سال 2021 میلادی رکورد فوق‌العاده‌ای را به ثبت رساند و از ارتفاع 4 کیلومتر بر فراز اهرام مصر فرود آمد و در حین فرود آمدن با سر توانست 160 بار دور خودش چرخش بزند و توجه میلیون ها نفر را در جهان به خود جلب کند.
اما در این قسمت یکی از عجیب‌ترین رکوردهای گینس را تماشا کنید. مردی استرالیایی به اسم لیس استوارت با کمک دستگاه اعداد را از 1 تا میلیون تایپ کرد. او این کار را در مدت زمانی طولانی 16 سال به انجام رساند. او برای انجام موفقانه این کار 7 ماشین تایپ را از کار انداخت و 20,000 صفحه را به کار برد. لیس استوارت این همه اعداد را تنها به کمک یک انگشتش تایپ کرد، به خاطر اینکه او در گذشته به دام یک آتش‌سوزی وحشتناکی افتاده بود و بدن و مخصوصا دستانش صدمه جدی دیده بود. برای همین لیس تصمیم گرفت عقب صندلی بنشینه، اعداد را تایپ کنه و رکورد بشکنه، چون کاری دیگر از دستش بر نمی آمد. همیشه حتمی نیست برای اینکه کسی بخواهد اسمش را ثبت کتاب گینس کنه حتما شاهکاری کنه و گاهی حتی زندگیش را به خطر اندازد. کافیه قد بلندترین باشد. در حال حاضر قد بلندترین زن دنیا به اسم رامیسا گلجی اهل ترکیه هست. قد او به 2 متر و 15 سانتی متر میرسه. جالبه که قد بلندترین انسان دنیا نیز اهل ترکیه هست. خانواده رامیسا میگوید که دخترشان قلب مهربانی داره و از زندگی که دارد حسابی لذت میبرد. اما واقعا چه فکر میکنید بلندترین ارتفاعی که آدمی بتواند از آن بر روی آب سقوط آزادی را تجربه کند چند متر خواهد بود؟ ممکنه اولین رقم‌هایی که در ذهنتان بیاید 5 متر و 10 متر باشد، ولی حالا با راسو شیلر ورزشکار اهل سوئیس آشنا شوید که رکورد دیوانه کننده ای را به ثبت رساند. معلوم نیست آیا کسی پیدا خواهد شد به این زودی ها رکورد شگفت‌انگیزی او را تکرار کند یا نه. ارتفاع 58.8 متر. برای اینکه بیشتر تفهیم شود، این اندازه یک ساختمان 19 طبقه‌ای است و یا بزرگی برج پیزا در ایتالیا را دارد. برای آدمای عادی حتی پریدن از ارتفاع چند متر بر آب میتواند سنگین تمام شود، ولی راسوی سیویسی حساب شده عمل کرد. باید گفت که در زمان برخورد این ورزشکار در آب سرعت او به 120 کیلومتر در ساعت می رسید که حتی تصورش برای خیلی ها شوکه کننده خواهد بود، ولی او با دقت بالایی که داشت بدون هیچ صدمه رکوردش را موفقانه به ثبت می رساند. و حالا این رکورد عجیب را تماشا کنید. مردانی به اسم کریستیان و پاتریک که از بلندی 17 متری بر روی بالشت بزرگی بر روی آب سقوط میکنند تا دوستشان که آنجا قرار دارد هرچی بالاتر و بالاتر به هوا بپرد و رکورد ثبت کنه. در نتیجه پس از برخورد آن دو بر بالشت، نفر سومی حدود 22 متر به بالا میپرد و رکورد جدیدی را ثبت میکنند. دوچرخه سوار برای اینکه دوستانش را شگفت زده کنه بر بالکونی آسمان خراشی حرکت میکنه و بدون شک در صورت کمترین اشتباه پایانش فاجعه خواهد بود و لطفاً هیچگاهی این حرکت او را تکرار نکنید. و در پایان برنامه با مردی آشنا شوید که رکورد غیر قابل باوری را به ثبت رسانده. ملوین رابرتس با وجودی که 12 بار مورد حمله رعد و برق قرار گرفت، ولی در پایان ماجرا زنده باقی ماند. هرگز تصور نکنید که این داستان میتواند غیر واقعی و فیک باشد. حلایم رعد و برق بر بدن رابرتس را به وضاحت میتوان تماشا کرد. برای اولین بار او وقتی از کابین بولدوزرش بیرون می آمد مورد حمله رعد و برق قرار گرفت. با دنبال این اتفاق ملوین رابرتس برای بارهای پیاپی و مجموعاً 12 بار مورد حمله رعد و برق قرار میگیره. مرد قربانی میگوید که برخورد رعد و برق بر بدن شبیه اینه که تمامی بدنت در آتش بسازه. با وجودی که ملوین رابرتس به لحاظ فیزیکی صدمه جدی ندید، ولی حملات این پدیده طبیعی برایش سنگین تمام شد. حملات پیاپی رعد و برق در جریان سالهای طولانی بر روی حافظه این مرد تأثیر منفی گذاشته و حالا او خیلی از واقعات گذشته زندگیش را نمیداند.
سپاسگزارم از اینکه تا پایان برنامه همراهمان بودید. حتما نظریات خود را به ما در میان بگذارید و لایک هایتان را فراموش نکنید. تا یک برنامه جذاب دیگر، روز و روزگارتان خوش.